همه ما میدونیم که 3 نوع برادر داریم. برادر بزرگتر که از همه بزرگتره، برادر وسط که اون وسط قرار میگیره و برادر کوچیکتر که از همه کوچیکتره. برادر بزرگتر که از همه بچه‌های توی خونه قوی‌تر، قلدرتر و پرزورتره و بقیه باید از حرفش اطاعت کنن. وای الان من دوست دارم که اینجا نشستم کم کنن شروع بشه. الان من میرم. الان نوبت منه که تلویزیون تماشا کنم. قهرمانان آسیا هستم. ولی خب برادر بزرگتر بودن مشکلات خاص خودش هم داره و هر اتفاق بعدی که توی خونه میفته معمولا برادر بزرگتر باید بگردن بگیره. میگم بقیه پولیه که فروشنده بهمون داده چیکارش کردی؟ نمیدونم دست من نیست. اکبر چیزایی که گفتم خریدی؟ بله مامان خریدم همه رو خریدم. آفرین عزیزم آفرین. بقیه‌شو بده. بقیه‌شو نمیدونم مامان، بقیه‌اش دست از قبل بود، نمیدونم چیکارش کرد. ها؟ چرا دست تو بود؟ دست تو بود. تقصیر توه، تو گمش کردی. من تو رو بیچاره میکنم. نه مامان تقصیر من نیست. نه تو رو خدا نه. یا مثلا فرض کنید که برادر کوچکتر رفته دستشویی ولی هنوز به سنی نرسیده که بخواد خودش رو تمیز کنه. مادر خانواده هم دستش بنده که بخواد بره دستشویی. حالا حدس بزنید که در این موقع چه کسی باید بره برادر کوچکتر رو تمیز کنه؟ معلومه برادر بزرگتر. غمگینم برادر جان. برادر کوچکتر هم که توی خانواده از همه نازتر، گوگولی‌تر و به قول معروف تحت قاری خانواده هستش و پدر مادر یه جور دیگه بهش توجه دارن. اکبر یه چیپس بده من. نه فقط یکی. نه مال خودمه. نه باش حالا میبینی. صبر کن جرم چی میکنی؟ مان اکبر من ازم. اکبر بلش کن چیکارش داری؟ منم میام پدر در میارم. ای دریوس. ولی خب برادر کوچکتر بودن هم بدیهای خاص خودش داره. مثلا 100% لباس هایی که اون توی کمدش داره معمولا مال برادر بزرگترش هستی که الان که براش کوچیکتر شده به اون رسیده. مامان چه عزیزم قربونت برم الهی. من لباس نو میخوام. لباس میخوای؟ باشه عزیزم الهی قربونت برم. همین الان بهت لباس میدم. ای تو گنده بک چیه؟ لباس دادن رو ببین. حالا ممکنه در یک زمانی برادر بزرگتر قوی‌تر از برادر کوچکتر باشه ولی خب بعد از اینکه زمان میگذره ممکنه که برادر کوچکتر بیشتر قد بکشه و قوی‌تر بشه و اون وقت میرسه به نوبت انتقام. سلام اصغر خوبی؟ چرا قد کشیدی؟ خیلی بزرگ شدی. وای چه سینه هایی. یادته بچه که بودم چقدر منو میزدی؟ حالا وقت انتقام رسیده. ها ندار خودت. و برادر وسط بودنم اصلا هیچی نیستش. نه مزایایی داره و نه مضراتی. اصلا مثل میمونه که وجود نداشته باشه.
مامان من میخوام خودم بکشم. مامان خودم بندازم پایین. مامان 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 چی میگی؟ مامان خودم بندازم پایین. اگر از ویدیوی ما خوشتون اومد یادتون نره که حتما روی دکمه لایک کلیک کنید. اگر در شبکه آب نبات چوبی هنوز عضو نیستی حتما عضو شوید و تا هفته دیگه و ویدیوی دیگه خدا نگهدار.